писарча бошад 2 гӯспанд, духтарак бошад 1 гӯспанд. агар бизам бикшӣ мешавад, ба шарти ҳамин аясола хурд набошад. агар мабудо касе дасту остинша бар бизанав ягон говам бикша, бақарам бикша мешавад, ба шарти ай 2 сола хурд набошад. аммо дар ақиқа аз ҳама афзал гӯспандай. имкон бошад гӯспанд киштан дар кор. хоб мустаҳаб аст ки қабл аз киштани гӯспанд думлу агар надошта бошӣ чӣ кор мекунӣ? тудоно худо ҳамин дар дасташ телефонай я модели нав мебуряд, телефонаш бад нестай, мерава қарз мекуна, ай банка телефона алиш мекуна, барои ҳамира муҳим медуна. аммо чизе ки санати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ай баҳонаҷӯӣ мекуна. бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. алҳамдулиллоҳ ва салоту ва салому ала расулиллоҳ ва ала олиҳи ва саҳбиҳи ва ман волоҳ. аллоҳумма лакал ҳамд ала ниъматил имон. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل خیر شرکت دارند، صاحب جشن را به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم محفل عقیقه تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را داریم که پروردگار بیبی صفیه را عجب نامی زیبایی براش گذاشتن. ماشاءالله به خدا قسم ایمان آدم آب میخوره. بیبی صفیه را از جمیع بلا و گزند و حفظ کنه. دخترک خوب صالحه و مستوره و حافظه قرآن محبه خدا و پیغمبر به کمال برسانه. و پروردگار صف شماره تفلکایی را که از خوردی محفل عقیقه میبینند، نامهای خوب اسلامی براشون میگذارند، بعدا تعلیمشون میتند، از خوردی با خدا و پیغمبر والدین آشناشون میسازند، در جامعه زیاد گردند. زیرا ثروت بویگری هر یک ملت فرزندای ملت تشکیل میکنند. قوم را سرمایه ای صاحب هنر نیست از نقد قماش و سیم و زر. هیچ قوم و ملت بویگریش به زلطهای زپسش چه نمیکنند. مال او فرزندهای تندرست، تردیماغ و سخت کوش و چاق چست. مال و ثروت هر یک ملت فرزندای ملت هستند. خدا کنه که نمی فرزندای جامعه اساس باشند، خدا شناس باشند، جوان مرد باشند، صاحب علم باشند، صاحب معرفت باشند، آداب و اخلاق داشته باشند که از خود کلان احترام کنند. همه همی به شرافت چی به دست می آید؟ به شرافت خانواده خوب، محیط خوب که هم کودک تربیه میکنند از خوردی. برای همین محفل عقیقه بسیار مهم است برای ما و شما. اطراف عقیقه الحمدلله رب العالمین برادرایی که در این محفل شرکت دارند گمان میکنم که معلومات کافی دارند. همه معلومات کافی داریم. از همین خاطر همین به 2 کلمه انشالله اکتفا میکنیم، به 3 جمله اطراف عقیقه و بعدا انشالله در حق صاحب خانه دعا میکنیم. ایشون قاری هم در محفل مشارکت داره. بعدا چند آیه را تبرک کنه، چند نظمی را انشالله زمزمه میکنه. عقیقه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سنت هست که حضرت صلی الله علیه و سلم در سالهای قحطی و گرسنگی ترکش نکرده است. در سال 3 هجری عقیقه امام حسن کرد حضرت. در سال 4 هجری عقیقه امام حسین کرد. کسی با تاریخ آشنایی دارد یقینا میدونه که سخت‌ترین سالها برای جامعه اسلامی در مدینه منوره همین سال 3 و 4 هجری است. همون سالهایی که از شدت گرسنگی حضرت صلی الله علیه و سلم همراه صحابه در شکمشو سنگ میبستند که همون فرط گرسنگی را کمتر احساس کنند، به همین سالها موافق میآید. اما حضرت چی در حسن چی در حسین 2 قشقاری فربهی اخته کردگی را ضبط کرده از خودش و عقیقه‌شون برگزار ساخته است. از همین خاطر این سنت حضرت است و به خاطر آنکه با مبادا در آینده یگان جاهل پیدا نشود و بگه خیلی که ما پامون به پای پیغمبر دراز کردن نتونیم، این خاصی پیغمبر بود. ما و شما را باز تأکید کرده است کل غلام رهینتون به عقیقتی. هر طفل گروگان عقیقه خود می باشد. عقیقه در تقدیر آینده طفلک تأثیر خچه میگذارد و همه عقیقه را برامون بیان کرد. عقیقه یعنی چی؟ هرچی به خودش یا تعریف داره یا اسم داره.
گفت تذبح عنه یوم سابعه، در 7 روزگی طفل به خاطر شکرگزاری نعمت الله مال ذبح کرده بشود و یحلق رأسه و سر همون طفلک تراشیده می شود و یسمى و برای همون طفل والدین است یا یگون آدم صاحب درک است. اکثر ما وقتی پدر داریم یعنی بابای همون طفلک، پدر دیگه حق نداره که نام بگذاره. همین کار در ما سخت یا می شود، یعنی که باید که هم یه نام خوب یا بگذاره. وقتی انشالله وقتی که بابای تجربهش زیادتره که عقل فراستش بیشتره، از همین لحاظ است. همین جدا ما الحمدلله تقلیدی به پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم. حضرت وقتی خونه علی اومد، حضرت علی را سوال کرد که یا علی پسرچه مرا چی نام کردی؟ علی جنگاور بود، مشت زن بود، در شیر میدان بود. گفت که یا رسول الله حرب جنگی کم بچم جنگی شود، پهلوان شود. گفت نه بچه من حسن نام داره، نامش حسن نام. این حضرت هم در دلش نقشه کشید، گفت اگر خداوند یک بچه که دیگه بتا انشالله هم ارزوام عملی میکنم، حربش نام میکنم. وقتی سال دیگه حسین تولد شد، با حضرت سوالش کرد یا علی این بچه که برای چی نام کردی؟ گفت یا رسول الله حرب. گفت این حسین ای. گفت یا علی اقبح الاسماء الی الله حرب و مره. یا علی گفت همین بدترین نام، قبیحترین نام در رضی الله عزوجل نام اینمی جنگیه، نام تلخک. مسلمان باید خودش زیبا باشه، بوی خوب داشته باشه، لباسای خوب بپوشه، نام خوشرو و زیبا داشته باشه، نامی که تاریخ داره، نامی که یه معنی داره. همین خاطر آدم کلونی به عقل عادتا از ما بعضا با امامای حی با پیشواهای قوم همیو را مراجعت میکنن که این فرزند چی نام بگذارید. بسیار یه فعلی خوب است، عادتی خوب است الحمدلله. شاید به همین سبب باشه که دیگه در بین ما خس خوشاک بیل تور همین چیزا گم شده است، ولی الحمدلله نیست دیگه. پیش همین مقصد که قبول همین قانون و همون کتابچه بر اومدن عملا که نیست شده بود، همین چیزا دیگه نبودن دیگه. یگون تورالی و تیش علی 20 ساله 25 ساله یافته نمیشه. خدا را شکر میکنید. او برای که مردم مسلمان وقتی بله وقتی آگاه شدن همین کارا قطع کردن الحمدلله. خب اطراف انا کشتن مال هیچ گپی زیاد لازم نیست، همه میدونین الحمدلله. هر چیزی که در قربانی درست میشه در عقیقه هم درست میشه. پسرچه باشه 2 گوسپند، دخترک باشه 1 گوسپند. اگر بزن بکشی میشه به شرط همین ایسوله خورد نباشه. اگر ما بودو کسی دست و استیش بر بزنه و یگون گاوم بکشه بقرم بکشه میشه به شرط ایسوله خورد نباشه. اما در عقیقه از همه افضل گوسپنده، امکان باشه گوسپند کشتن در کن. خب مستحب است که قبل از کشتن گوسپند اما صاحب درک دعا کنه پروردگار رو همین عقیقه فرزند نه. اینا بگذار که عربیش هم که ندونه، از بیوشه مادر و روایت اومده است این مسئله. عقیقه فرزند فلانیه خدای قبولش کن. فردا روز قیامت وقتی که خدای تعالی تمام بنده ها را حشر میکنه، حیوان ها را حشر میکنه، حتی قصاص گوسپند بیشاخ از گوسپند شاخدار میگیره، همونجا همون را حشر میکنه و اون گواهی میده که من عقیقه فلان بنده الله هستم. مستحب است که اگر امکان شرایط داشته باشه مال کشتگی را به 3 حصه تقسیم کند. یک حصهش مثل قربانی در خونش مونه برای فرزنده و خانواده خودش، یک حصهش صدقه کنه. صدقه از هدیه از جوانمردی به او فرق میکنه که صدقه را فقط در کمبغل کرده میشود، در آدم ثروتمند نمیشود. یک قسمت که دیگه از طعام پزه یارو دوستاکوش دعوت میکنن، ان شاء الله میشینن از خدا و پیغمبر صحبت میکنن، مثل محفلی امشبه ما نور علی نور میشود. اما کسی شرایط امکان نداره برادر عزیز مال بکشه همین در خونش استفاده بودن بگیره، قیلش میکنه یا خلادیل دزه تاریتش میکنه، اختیار داره. همین آدم کم بغل عیالمند بهترش که خودش بخره، مستحب برای او همین ای. در اسلام حرج نیست، کسی را تکلیف ملایطاق نمیکنن. امکان نداری بکن خودت بخور. ایده سر برای خونت گوشت میخری کو 1 سال میخریش، نیم سال میخریش، یا اختیار در دست خودت.
اما سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده میشه برادر عزیز. عجب بی غیرت شدیم دا. دوملو اگر نداشته باشی چیکار میکنی؟ تو دانو خدا همین دستش تلفن های یا مدل اینا میبره تلفنش بد نیست ای میروا قرض میکنه ای بانک تلفن علیش میکنه برای همین را مهم میدونه. اما چیزی که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهانه‌جویی میکنه. غیرت باشه ان شاء الله که مرد مسلمان اگر غیرت داشته باشه هرگز بهانه‌جویی نمیکنه. خب رکن دوم تراشیدن موی سر. پیغمبر حلق گفته است یعنی تراشیدن. ای تراشیدن نترسه برادر عزیز. از قیچی دیده از ماشینکه دیده تراشیدن افضل است. برای که هم سری کودک پر تازه و خوشرو میشود، هم تورهای عصبی که در تای پوستی سر قرار دارن همونو تحریک میشوند و از وجدت سر میشوند. سبب خوب شدن تو شیری نکردگی یا اگر نیفتن وزلی قطعی هم قیب شکر نمیشکر او سر جلغندی شدگی او سر وقتی توزش کردی جانی همون کودک میدم موی سرش هم خوشرو میبروید. مستحب است که موی سری تراشیدگی را وزن کشیده و با وزنش صدقه کنن. مقصد که چند گرمی میبروید همون نقره صدقه کنن یا قیمتی نقره را. ولی بعضی تیلو گفتم میترسن ترسون دیانشو بچورو نقره های در بطن حدیثان تیلو ناومده است، فیزه اومده است. فیزه نقره های مقصد حضرت صلی الله علیه و سلم وریق گفته است، فیزه گفته است. نقره شو قیمت نیست. همین نقره نوع اولیش 10 سومونی به فکر 1 گرمش ده بزرگ. اگه ترازویی که 3 گرم 4 گرم چین کنه بسیار مشکلی افتادش. مگر هم برای بزرگی زرگرو اهمو بگیری. برای همین توکلی ان شاء الله هم 50 سوم صدقه سری هم فرزند یک کم بغل نبودی عزیمت سوقیت میشه بر زیاد هست همین ماشاءالله. و نهایت سوم رکن عقیقه نامگذاری است. یعنی پرسیدیم که طفلک چی نام کرده؟ گفتن صفیه. عجب نامی زیبا، عجب نامی آشنا. صفیه دختری عبدالمطلب است، بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی به حضرت صلی الله علیه و سلم عمش می شود. در میان زنهای اسلامی یکی از شجاعترین، بغیرتترین، شیردلترین شد صفیه بنت عبدالمطلب بود. این زن شیردل پسرش هم همطوری پهلوان شد زبیر. حضرت زبیر ابن عوام فرزند صفیه است. نبیرش هم خیلی پهلوان برآمد عبدالله ابن زبیر. او ای شیر بچه می شود. زنک خودش بغیرت باشه فرزنداش همه خودش می شود. همین خیلی شجاع دل قوی داشت که در جنگ احد برادر شقیق شد امیر حمزه را وقتی که گرفتن مسلح کردن گوش بریدن بنی بریدن چشماش کوفتن حتی شکمش چوب کردن جگرش برآوردن. برای حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که نگذاره که صفیه ببیند برادرش. این اماکوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امهاش مقصد که همش از یک پدر یا مادر نیستن. پدراشو گویا گای دیگه مادراشو فرق میکنن. عبدالمطلب زن بسیار دوره. انا حمزه با صفیه از یک مادر شدگی نداشت. وقتی که گفتنش گفت که چی میترسی؟ برادرم جام شهادت پوشیده است در راه خدا، این سعید شهدا، چی میترسی؟ آخه چی برای من میکنی؟ من مردن را ندیدم. رفت میگه همین فقط کلمه استرجاع در زبانش داد و فقو نکرد از رنگ زنکای دیگر. همین خیلی شیردل بود. در هنگام حرب خندق وقتی کافرها اومدن مسلمان ها را احاطه کردن بسیار وضعیت ناگوار بود. یهودی ها خیانت کردند. یهودی های بنی قریظه که در داخل مدینه بودند خوفی اون بود که ایدرون ضربه بزنند. گفته شنیدم همین بود که شما بزنید زنا و طفلکای مسلمان ها را اسیر بگیرید. از همین خاطر حضرت امر کرد همه را در یک قلعه جو کردند. در قلعه یک مردینه حسان ابن ثابت همون شخصی که قصهش ولی حضرت کرده است بود شاعری پیغمبر است. بسیار در جنگ به غیرت بود. یعنی شاعر مردم اگه جو غیرتی جنگ کنید در واقع او را که بگوی شمشیر بگی میگه شمشیری و قلم نه. یک یهودی رزوید کم میوید. تمام مسلمان ها بیچاره در خندق در پیکارند با دشمن. این کثافت اومده است که دیده است این موضع او شبانه شب خون زدنی
که بیبی صفیه دیدش، گفت یا حسن همون را دیدی؟ بدبخت نگاه که چه نگاه داره، یقینا این حوزی میبرن بزی میکنن میفروشن، همین شب حجم میکنن، ما هیچی نداریم، ما دفاع کردن نمیتونیم میخوام، برای همون را بزن بکش خبر نبرن. گفت معوذ الله، ما بردی تاری کرده، تو بگوی اگه شیرک در مقابلش بگو میگم آها بچه جوی مقصد جوی ننگ اومده است بخی که گفت نه من آدم ای کار نیستم، خودش زیره پوشید زن در سرش خودی جمع گیرم که او اشکار نشوه که زنه که